در طبیعت یابویی گوسفند کوهی به 25 زیرنمودهای گوسفند کوهی تقسیم می‌گردد. آنها سیستم‌های نیمه‌کوهی و کوهی را انتخاب نموده از بلندی‌های 1300 سر کرده تا 6100 متر در تحولات اِوолюция مطابقت بیولوژی ареали خود را مطابق گردانیدند. البته هر یک زیرنمود برای خود خصوصیت‌های خاص و فرق کننده دارد. در قطار این زیرنمودهای گوسفند کوهی پامیری یا با نام دیگر گوسفند مارکوپولو یکی از زیرنمودهای نادر گفته می شود. طبیعتشناسی اروپایی مارکوپولو یکی از اولین نفرانی است که هنگام سیاحت و تجارت در حدود پامیر گوسفند کوهی پامیری ارخر را مشاهده کرده عاید به حالت و خصوصیت‌های خاص ارخر معلومات جمع آورده است و در ادبیات‌ها او همچون نخستین طبیعتشناس دانسته می شود که عاید گوسفند کوهی پامیری ارخر تحقیق و آموزش گذرانیده است که این به عصر 13 راست می آید. با گذشت 5.5 عصر پس از مارکوپولو نام گوسفند کوهی پامیری ارخر را به افتخار این طبیعتشناس مارکوپولو گذاشتند. طبیعت تاجیکستان برای انکشافیابی و پهن‌شوی ареали گوسفند کوهی پامیری ارخر طبیعتاً خاص می باشد و از همین جهت پهن‌شوی گوسفند کوهی پامیری ارخر در سالهای تخمین می رود که 1700 وقتی که موقع جایگیرشوی خود را در اکوسیستم‌های کوهستان جایگیر کرد و برای مارکوپولو این طبیعت یک طبیعت خاصه دانسته شد و خوشبختانه انکشافیابی مارکوپولو در شرایط تاجیکستان از روی خصوصیت‌های بیولوژی گیریم اگر طبیعتاً به نمود معجزه‌ناک انتخاب و ساخته شده است که مارکوپولویی که در شرایط تاجیکستان انکشاف می‌یابد نسبت مارکوپولویی که در قسمت مثلا پاکستان، هندوستان، بنگلادش، نپال، امریکا، بریتانیای کبیر، از کانادا از زمین تا آسمان فرق می‌کنند. گوسفند کوهی پامیری ارخر در حدود اکوسیستم‌های طبیعی تاجیکستان و دیگر منطقه‌های آسیای میانه ареал‌های خود را وسیع پهن نموده است. در اکوسیستم‌های طبیعی تاجیکستان پهن‌شوی گوسفند کوهی پامیری ارخر در حدود پارک ملی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ممنوعگاه طبیعی دولتی زارکول به نظر می‌رسد. گوسفند کوهی ارخر حیوان جفسون بوده به صنف شیرخوران منسوب است که شاخهای خوب انکشاف یافته دارد. رنگ معینه آن در فصل تابستان زردی روشن قهوه رنگ خال است. در اکثر حالتها معینه سر سینه آن و قسم زیر بدن آن اینچنین پایهای آن سفید رنگ است. ارخر مانند دیگر جفسمان ریش ندارد. قسم بالایی و پایان دم آن با معینه پوشیده شده است. قابلیت بینش و احساسات آن خیلی خوب انکشاف یافته می باشد. از این رو هنگام احساس خردترین عامل تاثیررسان و یا بیگانه در محیط اطراف خود را ناپدید نموده جای امن می جوید. ارخرهای نرینه نسبت ارخرهای مادینه بزرگ جثه می باشند. گوسفند کوهی ارخر در منطقه‌های از 3800 متر پایان کم وامی خورد. آنها در بلندی‌های 3800 تا 5500 متر از سطح بحر سکونت کرده ареали خود را وسیع پهن می‌کنند. گوسفند کوهی ارخر یا مارکوپولو در منطقه‌های کوهی گشاده وسیع فراخ در محیط‌های دارای ریلیف همسرحد و یک جایه دشت‌های نیمه کوهی و کوهی یا اینکه مرغزار
نیم همواری های نزدیک کوهی سکونت می نماید. و همچنین در اکوسیستم طبیعی تاجیکستان که رستنی تریسکین یکی از غذای اساسی که برای گوسفند کوهی پامیر ارخر غذا دانسته می شود، خوشبختانه با تاثیر نمی معتدل اریال خیلی زیادی غذایی برای گوسفند کوهی پامیر ارخر دست شونده است. در جایی که گوسفند کوهی پامیر ارخر سکونت دارد، مینرال هایی که برای غذایی برای رستنی تریسکین همچون غذا دسترس می شود، این امکانیت می دهد که استواری گوسفند کوهی پامیر ارخر را در اکوسیستم بلندکوهی از 3800 سر کرده تا 4700 یعنی طبیعتا مساعد ساخته شده است و خوشبختانه انکشافیابی گوسفند کوهی پامیر ارخر در شرایط طبیعی تاجیکستان از روی معلومات های مانیتورینگ بیولوژی همه ساله از 18 تا 25% زیادشوی طبیعی به نظر می رسد که از طرف دیگر گیم اگر حالت معتدل زیادشوی طبیعی مثلا از 6.9 تا 9% در اکوسیستم طبیعی این طبیعتا خاص است. دوره جفتشوی گوسفند کوهی در یک سال یک مراتبه است و آن از ماه اکتبر آغاز گردیده تا ماه دکبر ادامه می‌یابد. بعد تولد بچه نوزاد کم فعال بوده بیشتر خود را در زیر بوته‌ها یا بین سنگ‌ها جای می‌دهد و این عمل برای پناه شدن از دشمن است. اما بعد 3-4 روز نوزاد از قفای مادر حرکت کرده فعال می‌گردد که در این مورد می‌تواند خود را تا اندازه‌ای نیز از دشمنان دور نماید. برچه گوسفند کوهی ارخر در هفته اولی حیات خود به خوردن غذای مستقلانه سر می‌کند و در فصل تیر ماه به غذاگیری مستقلانه مشغول می‌گردد. وزن برچه نوزاد 4.5 کیلوگرم را تشکیل می‌کند. برچه های مادینه نسبتی برچه های نرینه گوسفند کوهی ارخر خرد بوده، انکشافیابیشان نیز به کلی فرق می‌کند. دوامناکی حیات گذرانی خود گوسفند کوهی ارخر در طبیعت یابایی تا 12 سال ادامه می‌یابد، اما ارخر مادینه باشد 6-7 سال عمر می‌بیند. گوسفند کوهی پامیر ارخر در شرایط تاجیکستان در سن 5-6 سالگی امکانیت جسوری خود را در استواری به سردی ها، استواری به دشمنان طبیعی تا سن 9 سالگی در بعضی منطقه های جنوبی اکوسیستم کوهی پامیر تا 10 سالگی به هراس نگاه می‌دارد. شاخهای بزرگ و استوار آلات اساسی محافظوی برای گوسفند کوهی ارخر است. شاخها امکان می‌دهند که او خود را از خطر و حمله جانوران در بسیار موردها حفظ نماید. شاخ گوسفند کوهی ارخر در بعضی موردها تا 30 کیلوگرم و مسافه بین آخر شاخها تا 2 متر به نظر می رسد. دشمنی اساسی گوسفند کوهی ارخر در شرایط کوهی گرگ ها و اساساً ببر برفی است. گوسفند کوهی پامیری ارخر در منطقه های نزدیک کوهی و منطقه های آسیای میانه از بلندی های 3000 تا 6100 متر اریال خود را در قطار کوههای پامیر، هیمالای، آلای، مغولستان و تیبت خیلی خوب پهن کرده است.
باید گفت که حفظ و نگاهداشت گوسفند کوهی پامیری ارخر همچون نماینده نادر عالم حیوانات از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی خوب به راه مانده شده است. این نماینده نادر به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کرده شده، شکار غیرقانونی آن قطعاً منع گردیده است. حفظ و نگاهداشت ارخر در طبیعت به گفته کاربران ساحه استواری، گوناگونی بیولوژی و موازنت اکولوژی را در طبیعت تامین می‌نماید. تدبیرهای همیشگی حفظ و نگاهداشت گوسفند کوهی ارخر بود که سالهای آخر افزایشش به چشم می‌رسد و حدود پنجشوی آن در حال وسیع شدن است. گوسفند کوهی پامیری ارخر در ذخیره شوی مثلا گیریم برف نقشی کلیدی دارد، زیرا در آنجایی که گوسفند کوهی پامیری ارخر است در آنجا تریسکیت است، در آنجا ذخیره شوی آب است. وقتی که ما این مکانیزم را اگر نادیده گیری کنیم در نتیجه ذخیره شوی آب در قسمت حوزه های بالا به نااستواری آورده می‌رسد. یعنی استفاده یک مکانیزم تناسبی زیاد کردن مساحت مرغزارهای تریسکی به ما امکانیت می‌دهد که ذخیره زیادی آب را و ریجه هیدرولوژی آب را در قسمت حوزه بالا آب نگاه داریم. ببینید که در آنجایی که تریسکی زار است در آنجا مقدار ذخیره نمی زیاد است و بخارشوی آب از سطح روی زمین، بخارشوی آب از برف طبیعی جریان می‌گیرد و در آنجایی که تریسکی نیست در افتیدن یک روشنایی پست یا گرمی پست بخارشوی آب از این منطقه و بخارشوی آب از سطح برف یعنی آبشوی برف زود به عمل میاد که برای ذخیره آب در حوزه‌های بالا تاثیر منفی می‌رسد. طور گفته می شود گوسفند کوهی پامیری ارخر یا مارکوپولو نسبت به دیگر زیرنمودهای گوسفند کوهی به کلی فرق داشته، جوسش کلان، شاخهایش خیلی بزرگ است. اگر چند سال قبل در حدود محیط سکونت گوسفند مارکوپولو در تاجیکستان شماره این نمودی حیوانی نادر کاهش یافته بود، به حساب امروزی کارشناسان و متخصصان مقامات وکالتدار حفظ و نگهداشت گوسفند مارکوپولو شماره آن رو به افزایش است و البته این از نگاه و بین و حفظ محیط سکونت گوسفند مارکوپولو در تاجیکستان از کاربری مقامات موظف و پیشگیری شکار غیرقانونی و امنیت قلمرو زیست گوسفند کوهی ارخر مارکوپولو درک می‌دهد. از این خاطر است که در شرایط تاجیکستان ببینید که اگر در سالهای 1980 1990 سرشماری گوسفند کوهی پامیری ارخر در یک استیمه طبیعی تاجیکستان و 3,500 راست می آمد، خوشبختانه این نشان دهنده رو در جمهوری تاجیکستان از 25,000 زیاد است و این معنی آن دارد که طبیعت برای گوسفند کوهی پامیری ارخر یک منطقه طبیعی خاص را
ташаккул додааст ва инкишофёбии қисми узвҳои пои гӯсфанди помирӣ архар, ки дар шароити нимакӯҳӣ ва экосистемаи кӯҳӣ табиатан устувор сохта шудааст, онҳо аз ин истифода карда аз душманҳои табиӣ зуд наҷот меёбанд.